یک مسئله را تو امروز بسیاری رسانه ها نگفته بودم و امروز در نزد شما و با بینندگان شما همین گفتنیم که البته از خودی شخصیت اسیاتیموف به اصلاح معلومات میرسد چگونه و توسط افراد دیگری که کدام از نصیحت‌های پدر شما در یاد شما است؟ کدام از صحبت‌های جالبی که داشتن برای شما یعنی از یاد نرفتن نمی‌رود از یاد شما و شما شاید که بعضی‌ها در تنهایی در این باره کمی فکر بکنید؟ پدرم برای من همه چیز بود. وقتی بعضی از اشخاص در مابین مخالفین به این باور هستند که شما همین صحبت هایی که میکنید یا این همین خبرهایی را که میرسانید یعنی به کلی درست نیستند و بعضی ها نیز به این باور هستند که چطور میتواند یک مخالف همه خبرها و همه اینفرماسیون را از داخل دولت داشته باشد، از داخل حکومت رحمانوف داشته باشد و بعضی ها حدس میزنند که شاید شما یعنی مستقیما همکاری داشته باشین با امنیت یا اینکه با خود ما در این مسئله برادر یگان شکی نداشته باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان گرامی، خوشحال هستم که امروز این شرایط برای من مهیا شد که از برادر محمد اقبال صدرالدین یک اینترویو بگیریم. بعضی انسان ها از من خواسته بودند که من با این انسان صحبت کنم، یک اینترویو کوتاه داشته باشم، اما این اینترویو کوتاه نخواهد شد. می توانید که کمی وقت برای خود بگیرید و این اینترویویی که واقعا جالب خواهد بود تماشا کنید. برادر محمد اقبال صدرالدین، شما را خیر مقدم میگوییم به گفته مردم تاجیکستان، یا اینکه خوش آمدید. واقعا تشکر که شما وقت پیدا کردید و با ما هم صحبت شدید. سوال اولی من واقعا یک سوال خاص نخواهد، یک سوال عادی خواهد بود که من همیشه در اینترویو هایم از مردم میپرسم و سوال میکنم که شما که در اروپا هستین، یعنی همچون یک نفر سیاسی، زندگی چطور میگذرد؟ اولا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید برادر منوچهر که واقعا در این صحبتی که امروز با شما داریم و برای بینندگان شبکه یا کانال یوتیوبی شما در مورد اینکه در اروپا چی میگذرد یا اینکه زندگی ما چگونه است مقرری است و هیچ فرقیت جز از آزادی دیگر چیزی نداریم. و اروپا از وطن ما و شما که تاجیکستان است و دل ما برای این وطن می تپد و همیشه برای هر فرد آن شب و روز تلاش داریم که زیر ظلم و اذیت و آزار قرار نداشته باشند. و زندگانی ما در اروپا همان قدر است که آزاد هستیم. از کمیته، از وزارت کارهای داخلی، از امنیت، از هیچ نهاد ما را نمیبرند و نمیپرسند که این چی است و آن چی بود و چرا این خیل شد و چرا آن خیل شد. برای چی؟ برای اینکه اینجا آزادی است. همین است که همیشه ما میخواهیم که در وطن ما همین وضعیت آزادی و همین وضعیتی که یک انسان کرامت و شرافت دارد زندگانی کند. همین است فقط. یعنی چون که شما فرمودین بودن شما در اروپا به خاطر بازگشتن به وطن است. البته ما هدف اساسی که پیش خود گذاشته ایم برای برگشتن به وطن است. ما دیگر فکر دیگری نداریم. ما اینجا نآمدیم که استراحت کنیم. ما اینجا نآمدیم که برای زندگانی بهتر و خوبتر. الحمدلله زندگانی من در هر کجایی که بودم قبل از اینکه رحمان ما را وادار به هجرت و وادار به پناهندگی کند، الحمدلله زندگانی من بهتر و خوبتر از این حالتی که فعلا اینجا هستم بود. و هدف اساسی ما برای برگشتن به وطن است. برگشتنی با سری بلند، برگشتنی
با عزت و شرافت و کرامتی که یک انسان و یک شهروند در وطن خودش میتواند داشته باشد و تلاش و تکاپوی ما همیشه تا امروز برای برگشتن تا سر بلند نه تنها ما بلکه تمام افرادی که با مانند ما وضعیت های نابسامان سیاسی دارند. واقعا این سوال میخوام از شما برسم که شما گفتین که در اینجا بودن شما به خاطر وطن برگشتن است و شما هدف دارید. با چی راههای شما دارین به هدف خود میرسین؟ آیا یگان راهی موجود است که شما با همون راه میروین یا اینکه شما در انتظار همون پیدا کردن همون راه هستین؟ البته در مورد این که راهی ما چگونه است این یک چیزی برای تمام ملت و مردم معلوم است که آن مبارزه سلمی و مبارزه حق طلبانه و حق تلاشانه است و ما جز از نوشتن و سخن گفتن و جنایات رژیم رحمانوف را برای ملت و مردم عرضه کردن فعلا همین راه و روشی که در مبارزه ما قبول کرده ایم همین است که گفتنی جنایات نابخشودنی عائله امام علی رحمانوف و خود امام علی رحمانوف و مقامات اول درجه کشور و با معلومات هایی که از داخل کشور به ما میرسد آنها را قبل از اینکه آنها تحقق پیدا کنند برای ملت قبلا بازگو میکنیم. مثلا در مورد سفیر امروزه تاجیکستان در روسیه من 2 ماه قبل اینا گفته بودم که امام الدین ستارov از وظیفه میرود و به جای اون این دیسرنتی محمدزاده میاد و چنان هم شد. در مورد عبادزاده گفته بودیم و هر معلوماتی که از وطن برای ما میرسد اونا برای ملت رساندن است. افشاکاری ها در سطح حکومت که آن جنایت هایی که در سطح حکومت می شود آنها را باید ملت بداند و شیوه و وسیله که ما امروز اتکا داریم این همین رسانه است و ماشاءالله چنانه که میبینیم کامراهای شما اینجا گذاشته هستند و ما را ثبت دارند. این هم چیزی است که توسط این و تمام ملت و مردم کشور واقعیت هایی که باید گفته شوند میگوییم و با یعنی هدف های زیاد خودمان رسیدیم. مردم و ملت بیشتر بیدار شده است. روز از روز بیداری ملت بیشتر است از این که سالهای قبل ما یعنی دعوت میکردیم در این مورد. بعضی از اشخاص در مابین مخالفین به این باور هستند که شما همین صحبت هایی که میکنید یا این همین خبرهایی را که میرسانید یعنی به کلی درست نیستند و بعضی ها نیز به این باور هستند که چطور میتواند یک مخالف همه خبرها و همه اینفرماسیون را از داخل دولت داشته باشد، از داخل حکومت رحمانوف داشته باشد و بعضی ها حدس میزنند که شاید شما یعنی مستقیما همکاری داشته باشیم با امنیت یا اینکه با خود. ما در این مسئله برادر یگان شکی نداشته باشید، ما مستقیما همکاری داریم. مستقیما افرادی که از این رژیم ناراضی هستند مستقیما همکاری داریم، ولی اینها اون افرادی را که برای همکاری با ما زندانی دارن اون کارهاشون دروغ است. تا امروز هر نفری مسئول امنیتی یا مسئول وزارت کار داخله یا نفر نزدیک به عائله با ما معلومات میرساند یگان نفرش نه بازداشت شده است، یگان نفرش نه یعنی که زندان شده است، یگان گپ نشده است. اینها تنها و تنها کار ندارند و اینها میگیرن افراد بیگناه را، یعنی که مثلا چند روز قبل عبداللهیف بود که بود در سرریاست اجرای جزای جنایتی گویا ما انقلاب کردند، باید بگیم که برق خاموش کنه یا اینکه چیزی را در زندان خاموش کنه تا آمادگی ببینه، در حالتی که اصلا ما چنین شخصی را نمیشناسیم. و در مورد این که معلومات های با ما میرسند ما درد دل ملت نشر کردیم، ما هیچ کسی را تهمت نکردیم. مرحمت کسی یعنی پیدا شود بگد که ما یعنی که اونا تهمت کردیم، در حالتی که ما از سالی تولد شروع تا دانشگاه خواندنش تا خانهش تا همسرش تا فرزنداش تا تجارتاش تا مبلغ و مالکیت دارد تا دزدی ها و غارت های مقامدار را نشر کردیم. این کجاش دیگر ماند یعنی بعد دروغ بودن. و در مورد این که یک مسئله را تا امروز بسیاری رسانه ها نگفته بودم و امروز در نزد شما و با بینندگان شما همین گفتنیم که البته از خود شخصیت اساسیتیمو به اصلاح معلومات میرسد چگونه و توسط افراد دیگری که
یعنی با یتیم همکاری میکنن و به ما معلومات میرسونن. چگونه معلومات به شکل میرسد که مثلا یک خسر بچه امام علی رحمانوف یعنی برای او پسند نیست و گپش نمیگیرد و باید توسط اصلاح معلوماتی او نشر شود تا اینکه رحمانوف براش بگه چرا این کارها را انجام دارد و صمیمین یتیم بالای او بگه که من پیشوای ملت فرمان داد که با تو این باشم. یعنی اونم میگیرد زیر کلپک خودش و زیر اطاعت خودش با همون چیزی که جنایت های اون انجام داده است و اینها را تنها یتیموف و افرادی که با اون هستند قبلا این کار را فتح سعید میکرد، شانتاژ میکرد. یعنی هر یک مقامدار که صدها مقامدار تاجیک حتی از شخصیت خود رحمانوف یعنی یک شانتاژ هایی که فتح سعید کردگی با عکس‌های مثلا خوب محرمانه که ثبت کردگی است، خود عبیدالله کرده است، رحمانوف کرده است، افراد نزدیک آزاده را کردگی است، در لوستر موندگی چخیل، یعنی دیجا منصور عمروف هم در بعض جاها خوش است البته، ولی یعنی کی فتح سعید این کار را میکرد. ولی فعلا همین کارها همش سعید مومن یتیموف کارهای را انجام میدهد، از قفای اینها میگردد، اون چیزها را در اختیار ما میگذارد. الحمدلله که ما ایمان داریم و اون فسق و فجوری که اونها انجام دادن تنها با گپ اونها را برای مردم میرسانیم، ولی اونها در اصل میخواهند که ما اصلی همون نوار اصلی همون حادثه را نشر کنیم تا مردم ببینند. البته یتیموف اینجا میخواهد که یعنی من نمیگم که عزت و آبروی اویله را پس کند، ولی بعضی افراد یاغی که گوش نمیکنند به کمیته امنیت یا اینکه یعنی براشون نه اونقدر خوشایند است یا پسند نیست، توسط ما میخواهند که اونها را بزنند. ولی ما آماده هستیم یتیموف اگر از هر مقامدار برای ما معلومات روان کنند تا اینکه ما در اصلاح اون حقیقت بگیم، یعنی میگیم. تا امروز ما چی گفتیم که اون دروغ بوده است. یعنی شما با این باور هستین که هر چیزی که شما میگوین معلومات رو از داخل میگیرین و اینها همش درست هستند بدون دروغ و بدون معروضه گفتن؟ البته ما در قرآن کریم آیات داریم استعیذ بالله اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا. هرگاهی که یک فاسق برای شما یک خبر میارد اون شما تبیین و آشکار کنید. ما در مورد تبیین و آشکار کردن چنین نیست که یتیم برای ما همیشه معلومات درست بتیه، معلومات های میتیت که اون پس از نشرش ضرر به مخالفان داره ولی اونا رو ما نشر نمیکنیم. مثلا در مورد عزت امان خانهش عکس گرفتن، مغازیناش عکس گرفتن، یک خانه نیم کاله درست بچه‌ش یعنی در فروش عکس گرفتن و گویا دیدید که پسرش اول وادار کردن که از مردم پول طلب کن و پس از اون یعنی رفتن عکس گرفتن، گویا دیدید با پول شما محمد یوسف تجارت میکنن. گویا اون من برای مردم بگم این یک اینفورماسیون بود که واقعی است. یعنی مثلا یک خانه ویرانه بیچاره عزت امان داره، یک مغازین داره به نام ریحان است، به نام چی است، ولی یک مردی که 25 سال عمرش در روسیه گذشته است، نیم حیاتش همون چیزی خانه نیم کله نداشته باشه، یعنی گویا باید که توسط ما یک کارهای انجام بده. ولی ما الحمدلله با این دسیسه های کمیته امنیت داده نمیشیم، ولی هر معلومات از آزاده به ما رسید نشر میشود، هر معلوماتی که از جمالدین دامادی رحمانوف رسید نشر میشود. اون یگان توطئه نیست، یعنی غارت جمالدین نورعلیف یا غارت آزاده رحمان یا تخمینه یا ظریف بک یا اینکه شمس‌الله یا زهیر یا فیروزه یا پروینه اینا برای ما یعنی چیزی نیستن که یتیم اونا را برای ما بگه ما تحقیق میکنیم، افرادی که در اونجا هستن خب درست است اونا نشر میکنیم. کجای این دروغ است و کجای این یعنی میتونه دروغ باشد. اگر دروغ باشد میتونن ببرن یعنی که اون مسئله را برای ما بگن که نه اینجاش این خیلی است اینجاش این خیلی است. ما در حال اون چیزی که اگر اشتباهش دا باشد حتما میبریم دوباره اون مسئله را میگیم بله اینجا اشتباه شده است چون خبر به ما رسیده بود چنین بود و چنان بود. بعضی از مخالفین و نفرانی که کامنتر می نویسند میگویند که شما در شخصیت انسان ها زیاد روی میکنید، یعنی زیاد شخصیت یک مردم یعنی حکومتدارا را تنقید میکنین که و مثل که مثلا از چای نوشی برفتن به مغازه از اونجا برگشتن یعنی دقیق همین خبرها را برای مردم میرسونین. تا چی درجه همون نفرایی که به شما یعنی همین خبرها را میرسونن دقیق اینها را پیگیری میکنن که یعنی شما با باوری کامل اینها را چاپ میکنین؟ بله ما الحمدلله تا امروز تنها و تنها از خصوصیاتی مقامدار و نزدیکان عائله امام علی رحمانوف هرچی نشر کردیم اونها چی از تمام حالت هایی که به ما میرسد ما از 100 ممکن 10 یا 15% تقدیم مردم کردیم.
درباره چای نوشیش، درباره خواب رفتنش، درباره رفتنش، استراحت کردنش چگونه یعنی که غارت ملت کردن با پولهای این ملت. اگر منوچهر کوهستانی امروز هر کاری که بکند پول بودجت کشور در دست منوچهر کوهستانی نیست. ملت تاجیک از دست تو در بدر خاک بر سر نشده است. یگان مسئولیت یا وظیفه و مقام نداره که از بودجت کشور برای تو پول جدا شود تا اینکه تو اون بگیری و یعنی به منفعت خودت مصرف کنی، در حال برای ملت مصرف بکنی نکرده. من این حق ندارم. تو شخصیتی آزاد هستی که اصلا به ملت هیچی یعنی کار نمیتونی کرده. پول ملت نیست که تو مصرف داری، اون پول خودت است که تو اون مصرف داری. ولی وقت زویر پول ملت میدزده و غارت میکنه توسط کارها و باندهای مافیایی که تشکیل کرده است، وقتی جمالدین نورعلیف این کار میکنه، وقتی که یک مقامدار یا یک دختر یا یک داماد رحمانوف این کار میکنه، پس نشر کردن همه اونها برای من فرض است، برای من یکی از اولویات مبارزم است، تا اینکه ملت بفهمه که آنچه که من میگم انا همین است. هر یک مقاله که ما نشر کردیم تو امروز حتما ردیه یا عکس العمل از جانب حکومت داشت و تا امروز هم داشته است. در مورد ایمان اینترنشنال، در مورد هر مسئله که ما یک مینویسیم دقیقاً در مقابل اون کار میکنن. چنانه که در مسئله یعنی که نوشتن استعفا رحمانوف در زیر زمینی گفتن نامش نگرفته بودیم، در حالی که اون در زیر زمینی نبود. یعنی تمام مقامات کشور رفتن ریختن 25 زیر زمینی داخل دوشنبه همش عکس گرفتن شوشتن توزه کردن که یگان جا چیزی نیست. یعنی محمد اقبال دروغ میگوید، در حالی که اون در خوجند بود. یعنی ما یعنی رسول اکرم میگه الحرب خطأ، ما در نبرد اطلاعاتی قرار داریم و وقتی که ما اینا اعلان کردیم که استعفا نوشتن و شب هم بود تا صبح روزی تولد آزاده رحمان بود، روزی 3 ینور و اون نشرش کردیم، اونا بخشیده با همون مسئله و دیدید که یعنی چی گپ شد. اونها ریختند زیر زمینی ها و گویا که من دروغ میگم. بعد از اون وقتی من نشر کردم نه این در خوجند در بازار پنجشنبه است، در حال رفتن اونا کراسکه کردن، یک نفرش نگفت که این دروغ است. چرا وقتی واقعیت میبینن این کار نمیکنن، ولی وقتی که یک گپ میزنیم تو اینکه اونها را بفهمیم چیکار کرده هستن، اونها در حال با دروغ گفتن ما اعلان میکنن. ولی برای در مورد آنچه که در نزد بازار پنجشنبه خوجند نوشته شدگی بود، چرا اونا کسی نگفت که ده همین کار شده است و همین مسئله. و اون نفری که اونجا نوشته است چند نفری بودن، همشون خارج شدن برو اومدن رفتن و هیچ کس اونها را هم دستگیر نکردن. و اینها برای اینکه خودشون دل درست کنن برای چند نفر بیگناه دیگر هم دستگیر میکنن، در حالی که اون نفری که یعنی کاملا این کار انجام دادگی بود در آزادی است و کار انجام دادن نتونستن. تشکر. واقعا میخوام موضوع کم عوض بکنم، چون کمی درباره شخصیت شما میخوام سوال بکنم، چون اکثرا اینترویوهای من همین طور هستند که کمی هم باشه درباره شخصیت یک انسان میپرسیم. چون که میبینیم شما یک وقت مثلا سیاستمدارید، در ضمن این با هم ملا هم هستید. واقعا شما یا هر دو هستین یا یکی از اینها؟ شما ملا هستین یا سیاستمدار؟ اولا من افتخار میکنم که داننده شریعت اسلام و الحمدلله در مورد این که ملا هستم افتخار میکنم و در مورد این که فعلا با کارهای سیاسی مشغول هستیم. البته این شغل دوم درجه ما است که فعلا تبدیل یافته است به شغل اول درجه ما. این چیزی است که ما را مجبور به عملکرد در این وضعیتی که در کشور میگذرد یعنی وادارمان کرده است. اولا این که من، شما همتون آگاه هستید که کاری من ترجمه، طبع و نشر مقالات، یعنی آنچه که مربوط به تاریخ، فرهنگ، دین، مدنیت، اجتماعیات، همین چیزها ما مشغول بودیم. ما سامانه وسطیت داشتیم که روزانه تا 500,000 خواننده داشت. یعنی این عددی کم نبود که در اون یک نفر داخل میشد از تاریخ، از ادبیات، از فرهنگ، از لطیفه، از حکمت، از شعر، از قرآن، از حدیث، از فقه، تمام چیز براش پیدا میشد تا اینکه یک نفری که میخواست در هر موردی که یعنی که بخونه چیزی در اونجا پیدا میکرد. خب مجبور کردن اونا بستند، نه تو باید اینا ببندی. و من یگان کار نکردم، من هیچ چیزی مخالفی مذهب حنفی ننوشتم، من با سیاست کار نگرفتم. هر چی که گفتم، البته این سخن گفته بودم چند یعنی که جای هم، ولی من نگذاشتن. ولی وقتی من نگذاشتن اومدم اینجا
خب دیگر تبدیل شدیم با چی؟ با یک مخالف سیاسی و این مسئله را باید رحمانوف بفهمه که حجاج ابن یوسف ثقفی یک معلم قرآن بود، کودک ها را درس میداد در طائف و بعضی از افراد عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه اومدن چیکار کردن؟ این آزارش دادن و سبب گشت که همین مسئله، خب عبدالله ابن زبیر اصلا یعنی آگاهی نداشت از این مسئله، اومدن اسش گرفتن آزارش دادن، رفت به نزد خلیفه اموی و در اونجا خوب با راههایی که توانست خودش مقرب کند و سرلشکر 10 نفر 100 نفر 1000 نفر بالاخره اومد یکی از بهترین سرلشکرهای یعنی خلیفه اموی شد. خب برای اینکه به همون وادارش کردن، اگرچند که عبدالله ابن زبیر یکی از صحابی فرزندی کی است؟ معلوم است که زبیر ابن عوام و اسماء دختر ابوبکر یعنی نبره حضرت ابوبکر است، یکی از خلیفه هایی که در مکه بود، مثلا خودش خلیفه حجاز بود. مثلا ببینید که یعنی یک افرادی همون نفر فرزندی چی میگفتن؟ ذات النطاقین اسماء رضی الله عنها دختر ابوبکر رضی الله عنه. ببینید که یک نفری که افرادی اون اومدن ظلم کردن در طائف به حجاج ابن یوسف ثقفی، اون تبدیل شد به شخصی که اون به شهادت رسوند، اون تبدیل شد به شخصی که هر کاری که دیگر میخواست میکرد. رحمانوف با یتیموف با رمضان رحیمزاده ما را وادار به همین کار کردن که باید ما در مقابل اونها ایستادگی کنیم. یعنی شما را از ملا به سیاستمدار تبدیل دادن به گفته شما؟ خب البته دانشگاهی که ما تحصیل کردیم علوم سیاسی در اونجا تدریس میشد، در برابرش مقارنت الادیان، علوم سیاسی، خطابت، فنی صحبت کردن و فنی خطابت و این مسائل بود که قضایای معاصر عالمی یعنی کنونی در اونجا درس بود و ما در این مسائل بیشتر هم خواندیم و همیشه کوشش میکردیم وضعیت سیاسی را فهمیم. وضعیت سیاسی ناآگاه بودن این دلالت میکند که یعنی به نزدیکی تو فردا یک گپ میشود خبر نداری. یعنی وقتی که شخص از وضعیت سیاسی دنیا آگاهی پیدا کنه، قبل از اینکه یک حادثه به وقوع بیاید قبل از اون کارهای را انجام میتید. میگذاریم کمی دورتر از موضوع، باز هم بیایم به سر شخصیت شما و میخواهم کمی از روزهای گذشته شما نیز مردم بدانند که چی روزها را دیدید و چی چیزها در زندگی شما بد یا نیک بود. کدام روز برای شما از همه بیشتر در یاد شما میماند؟ کدام روز بدترین بود و کدام روز خوبترین که شما همین روزها را هیچ نمیتوانید فراموش کنید؟ باور کنید در همیشه شخص مسلمان اگر برای اون نعمت رسد شکر میگوید و اگر برای او یک مصیبت رسد یعنی یک چیزی هست که مسلمان باید به اون صابر باشد و همه را از جانب الله میداند. خیر و شر از جانب الله است. در حیات من چیزهای زیاد گذشته است که یعنی اونها خوشحال کننده بودند ولی تا آنجا که من میدانم تمام حیات عمر گذشته من در این 3 سالی که هست بدبختی های ملت ما بیشتر میبینم و انعکاس میشود و میشنوم و احساس میکنم. بدبختی های یعنی که ملتی که بدبختش کردن، ملتی که در بدرش کردن، برای من میتونم بگم که الله شاهد است، یعنی نمیتونم خود من خوب احساس کنم. من دیگه خوشحالی هایی که یعنی در گذشته دیدم چیزی بود و نبود، اونها در نزد این بدبختی ها، در نزد این مصیبت های ملت، در نزد این اشک های افرادی که برای من زنگ میزنن و گریه میکنن اشک میریزن، اونها را در نزد این چیزی نمیتونم حساب کرده. چگونه؟ چون که رسول اکرم صلی الله علیه و میگه در روز قیامت میآرند به انعم اهل دنیا، شخصی که با نعمت ترین شخص دنیا، میلیاردر، میلیونر میارن در داخل آتش دوزخش میدازن و از اونجا میگیرنش، میگن هل رأیت نعیما قطا؟ میگه لا والله. آیا تو در دنیا یگان نعمت دیده بودی که در داخل دوزخ انداختیم گرفتیم بود؟ میگه من یگان نعمت ندیدم. چون اون عذاب و مشقت را که در جهنم احساس کرد، اون نعمت های ملذاتی که گذشتند اونها اصلا در یادش نمیموند و میارن به افقر و احقر اهل دنیا و داخل جهنم، داخل بهشتش میاندازن و از اونجا وقتی میگیرنش میگه آیا دیده ای تو مشقت در دنیا؟ میگه نه، من هیچ مشقت در دنیا ندیدم. چون نعمتی که در اینجا دید تمام اون مشقت
مشقت هایی که یعنی در سر او آماده بود گذشت رفت. ولی فعلا ما حالت قرار داریم که همه اون نعمت هایی که دیدیم، الحمدلله در خاندان سیر و پور تولد شدم، الحمدلله در خاندان بوایه رسیدم که بهترین نعمت ها را پدرم برای من مهیا کرده است. یعنی من هیچ کمبودی نداشتم، نه در حالت خواندنم، نه در حالتی در تاجیکستان بودنم، نه در حالتی در هجرت قرار داشتنم. برای چی؟ برای اینکه الحمدلله پدر من سنگ شکستگی خوردگی نیست. یعنی شخصی از بابام صدردین شروع کرده که از سال 1928 و 37 کپراتیو قرغان تپه در قرغان تپه کپراتیو برای ساختن برای راه و بطلاق های قرغان تپه را روز کردن، یعنی که معروف بود، میشناختنش. و پدرم همچنین و الحمدلله امکام. یعنی این دلالت از آن میکند که ما یک عائله نبودیم که یعنی مقصد کمبودی داشته باشیم در زندگیمون. الحمدلله نعمت ما دیدیم و داشتیم و خودم الحمدلله داشتم، همه چیزی که برای من مهم باشد. ولی خوب گرفتنش دنیا است، می آید و می رود. به همون خاطر من نمیتوانم حالت خوشحالی که در گذشته بود و این مصیبت ملت ما که در این 3-4 سال که در مبارزه و با مردم در تماس هستم، البته مدت مبارزه ما 5 سال است، ولی 3 سال است که در تماس با مردم هستیم. بیشتر مردم درد دلش برای ما میگه. به همون خاطر این مصیبت های ملت ما میبینم، من نمیتوانم دیگه خوشحالی هایی که در گذشته دید در پیش این مصیبت ملتم برام هیچ از والله. یعنی یک روز مخصوص نبود و نیست که شما در آنجا یعنی اکثر از همه روزها خوشبخت‌تر باشین، یا اینکه اکثر از همه روزها کدام روز شاید کدام روز در یاد شما شاید مانده باشد که فراموش نشونده باشد؟ از همه روزی برام خیلی غمگین کننده در گذشت پدرم بود که نمیتونم از یادم برآورده حالتی که پدرم از دنیا گذشت و اشتراک کردن من در اونجا برام واقعا مشکل بود. اگرچند استاد محمدین کبیری تلاش کردن و اینجا هم خیلی کوشش کردیم که یعنی کاری انجام شود، ولی اون نتونست بشود و خوب دیگر حالت پناهندگی که ما قرار داریم و اونانی که در این حالت قرار دارن میدونن این حالت ها را همین است. اولین نفری که خبری مرگ پدر شما رو با شما رساند و اولین خبری که شما شنیدید خود را چطور در این حالت احساس کردید؟ بله، داملو محمد سعید رضایی این خبر را برای ما رساندن. واقعا خیلی برام یک حالتی وقتی که در داخل همونجا بود در نزدش تلفن برادرم صحبت میکرد، میگفت حالتش پدرم همین است، حالتش همین است. ولی دیگر فکر میکردم که انشاءالله ممکن است میخیزد یا ممکن است انسان همیشه یعنی امید است که آخر از انسان میرود و ما همیشه خیر و شر از جانب الله میدونیم، ولی همیشه امید و نیتی نیک داریم به هر کسی. ولی خوب دیگر این حالت همین بود و 3 روز هم خیلی کوشش کردیم. خوب چون اونجا هم روزهای استراحتی بود، اینجا هم با تعویق هم گذاشته شد، ولی نتونستیم اون کار را انجام داده.